شاید شنیدن این حرفا بتونه به افسردگیت کمک کنه. اگر احساس میکنی دیگه چیزی خوشحالت نمیکنه یا چیزی برای ادامه دادن نداری و نوری تو زندگیت نمیبینی، این ویدیو برای توه. من ارمیام، خوشحالم که برای پیدا کردن روزنه ای از امید داری تلاش میکنی. این دسته از ویدیوهای ما کاملا خودمونی و دوستانه است و باید بگم که من نه تراپیستم و نه روانشناس. فقط به عنوان یک دوست حرفایی رو میزنم که شاید به عنوان یک جرقه تو زندگیت کمکت کنه. حالا چرا این موضوع رو برای این دسته از ویدیو انتخاب کردیم؟ به خاطر اینکه من موقعی که خودم توی این مرداب افسردگی غم و تنهایی افتادم و گاهن هم هستم داخلش، کسی نبود که خب راهنماییم کنه، صحبت کنم حداقل باهاش یا این تنهایی رو راحت تر باهاش بگذرونم. برای همین گفتم که شاید این صحبت ها، این تجربه ها و این مبادله اطلاعاتی که با هم خواهیم داشت حداقل به یک نفر کمک کنه و این مفید بودن برای من خیلی با ارزشه. البته وظیفه هیچ کس نیستش که خب شما رو همراهی کنه، چون هیچ کس وظیفه در قبال ما نداره، ولی داشتن یک نفر توی این موقعیت قطعا میتونه مسیر رو خیلی راحت تر و هموارتر کنه. توی این موقعیت ها دو دسته آدم داریم. یه دسته که میخوان رها کنن خودشون از این داستان افسردگی و دسته دیگه نمیخوان کنن و انگار خوششون میاد از اینکه توی این مدل فضا باشن و اینا رو شما تراپی ببری، خودشون برن تراپی یا هر اقدامی سر اینکه بخوان درمان بشن نیست. یعنی نمیخوان اقدامی کنن که حالا قضاوتشون هم نمیتونیم بکنیم، یا واقعا نمیتونن یعنی یا نمیخوان، که ما خب با این دسته الان کاری نداریم. خب اینجا اگر که میخوای تغییراتتو شروع کنی و دیگه کم کم بیای تو مسیر فرار از این داستان، اینجوریه که به برنامه جدید نیاز داری برای زندگیت. حالا من میگی که خب کسی که افسرده است تکون نمیخوره، از جاش بلند نمیشه. شما اگر جز به گروه دومی که من گفتم قرار بگیری که بخوای از این داستان بیای بیرون، توی هر شرایطی اقدام میکنی. و من اینجا فقط عملگرایی مد نظرمه. یعنی شما بدون اینکه فکر کنی الان چرا، چطور، برای چی و به عواقبش فکر کنی، فقط انجام بدی. چون همین فکر کردن زیاد ممکنه یکی از دلایلی باشه که الان حالت بده. شما تا الان که حالت بد بوده قطعا حس تکراری بودن شرایط، در جا زدن یا اینکه دیگه چیزی جلوی من نیست، جلوی قدمای پام نیست رو حس کردی. خب من میگم اینجا بهت که تو باید هدفهای کوچیک و بزرگی رو اینجا برای خودت تعیین کنی و من میگی چرا باید این کارو بکنم، من حوصله‌شو ندارم. من اینو بهت میگم چرا. اینجا کوچکترین چیز میتونه یک مسیر جدید، یک هدف جدید و یک تلنگر جدیدی برای تو باشه. نمیدونم، یادگیری نقاشی، یادگیری زبان جدید یا ساخت یک چیز جدید، یک چیز کوچیک، حتی اصلا مهم نیست اون مسیر و اون کار جدید چیه. فقط برای این خوبه، این در جواب اون سوالته، برای این خوبه که شما رو از جات بلند میکنه، مجبورت میکنه با بقیه صحبت کنی، ارتباط بگیری برای اینکه کارت پیش بره. و همین ارتباط گیری و صحبت با آدمای جدید و اینکه از جات مجبور میشی بلند بشی، خودش یک پله تو رو میبره جلو از اینکه بتونی فرار کنی از اون حالتی که توش هستی و حالت بده. تمام این چیزی که بهت گفتم و من خودم به شخصه دارم انجامش میدم و انجامش دادم و به جرات میتونم بگم که اگر توی اون بازه از زمانی که من یادمه انجام نمیدادم، الان نمیتونستم واقعا صحبت کنم، شاید اصلا خیلی اتفاقات بدتری برام افتاده بود. شاید روش علمی نباشه و مثلا شاید اساتید بزرگواری الان بیان و من بگن که این پیشنهاد غلطیه یا مثلا هر چیزی. جواب داده، جواب میده. همین که شما بلند چی از سر جات، این خودش خیلی خوبه و اینکه حداقلش اینه که شما پیشرفت کردی. میگیریش میگم حداقلش اینه که چند تا چیز جدید از زندگی تجربه کردی، چون هدف تو اینه که
من اومدم روی زمین که چیزای جدید کسب کنم، تجربه جدید کسب کنم، چیز جدید یاد بگیرم، کار جدید انجام بدم و حداقلش اینه که پیشرفت کردی، سوختی ندادی، سوختی نداره این داستان. من رفتم نقاشی یاد گرفتم، حداقلش اینه که توی یک چیزی پیشرفت کردم، یک کار جدید یاد گرفتم، یک چیزی به شخصیت من اضافه شده. امیدوارم حرفایی که زدم هرچند کوتاه و مختصر و به زبان ساده اینقدر کمکت کرده باشه، چون همین برای من خیلی با ارزشه. و یه جمله هم بخوام اضافه کنم باید بگم که شاید بعداً قرار اتفاقات خیلی قشنگی برات بیفته اگر الان خودتو نبازی و به من قول بده که استمرار رو توی اون برنامه‌ای که برای خودت قراره بریزی داشته باشی، چون فقط همون استمراره که به تو کمک خواهد کرد توی هر شرایطی انجامش بده، حتی اگر اون کار خیلی کوچیکه. ممکنه کوچیک باشه ولی برای تو قراره کار بزرگی انجام بده. خوشحالم که ویدیو رو تا انتها نگاه کردی. اگر از این دسته ویدیو خوشت میاد و کمکی بهت میکنه، پلیلیست خودمونی رو نگاه کن توی چنل و همین. خدا نگهدار.